بسم الله الرحمن الرحیم. مسابقه 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی کشور انتخابی جام تختی در شهر تل‌آبان با بین محمد رضا موریدی مقدم و کشتی از اردبیل. داور بدن کشتی رو چک میکنه، هم دست میدن. با سوت داور مسابقه شروع میشه. کشتی آبی رو به جلو حرکت میکنه، دستاش رو کار میکنه و کشتی قرمز را تو فشار قرار میده. فعلا که کشتی دو تا کشتی همدیگر رو برانداز میکنن که شرایط مهیا کنن که گیر بگیرن یا نگیرن، کاری انجام بدن. فعلا در حد سنجیدن همدیگه هستن. حالا دستای آبی کار میکنه رو به جلو. کشتی قرمز بذار تو فشار، بذار تو فشار. یه تذکر میگیره از داور مسابقه. رو به جلو پا راست، کار میکنن دو تا کشتی. رو به جلو، پای همچنان راست کشتی رو آبی به رو به جلو. جلوه. باعث میشه که کشتی متینین قرمز بگرینا. مستحق بیار بالا، حرکت اخطار جو. شه. یه سری یه خم مخالف دو تا. از محمد رضا موریدی مقدم خاک میکنه در آیه قرمز دو شک پای راست جلو، و دو امتیاز به حساب خودش واریز پای میکنه. راست. با این دو امتیازی که موریدی مقدم میگیره، احتمال اینکه یخ کشتی آب شه خیلی زیاد هست. دست داخل. کشتی همچنان ساکن در وسط دو شک، دایره میانی دو شک برگزار میشه. همچنان کشتیگیر آبی رو به جلو، رو به جلو، دستاش کار میکنه. دو تا کشتی با گارد مسلط به فنون کشتی آزاد. یه زیری دیگه از محمد رضا موریدی مقدم آفرین. میده که بگیره، ولی کشتی قرمز هوشیار اخطار پاشو عقب قرمز. میده. داور بازم یه تذکر آقا به اخطار دونده قرمز. قرمز میده. همچنان کشتیگیر آبی میون داره و تقاضای اخطار از طرف داور وسط برای دوبنده قرمز. اخطار 30 ثانیه رو به دوبنده قرمز میدن. کشتی همچنان ساکن وسط دو شک. تا 30 ثانیه تمام بود. کشتی قرمز باید زیر بگیره، باید حمله کنه تو این 30 ثانیه که اون اخطاری که داور وسط بهش داده رو خونسا کنه. ولی افسوس هیچ کاری انجام. یه زیرشو میگیره پای دوبنده آبی رو، ولی دوبنده آبی آشو در میاره. یه زیر هم نشون میده پشمندش. پات نگریا، بغل رو باید دستای دو بگیرینا. کشتیگیر حرکت کار میکنه، حرکت رو به جلو از سمت دوبنده آبی. متاسفانه این کشتی اون شادابی رو واسه بیننده نداشت. وقت 3 دقیقه اول به پایان میرسه. دو تا کشتی نزد مربیانشون میدن که نکات فنی رو بهشون یادآوری کنن. متاسفانه کشتی از اون جنب و جوش فعالیت اجفن خبری ازش نبود. دو تا کشتیگیر آرام محافظه کار هستن. این دست دقیقه دو که محمد رضا قرمز که عقبه چموشی. محمد رضا گوش ببین چموشی. آیا میتونه امتیازات از دست رفته را جبران کنه یا نه؟ پات نگره، پا راست، پات نگره. با سوت داور 3 دقیقه دوم این کشتی شروع میشه. کشتی قرمز همچنان 3-0 عقب است. باید کار کنه تو این 3 دقیقه و تلافی کنه 3 امتیاز اگه میخواد برنده شه. یه زیری دیگه دوبنده آبی.
ولی متاسفانه به پای حریف نرسید. چپ در این دور از باید بگیرین مسابقات یا. کشتی سرشناسی هم شرکت کردن. که بتونن در جام تختی سهمیه کسب کنن و حرکت، شرکت. بیار بالا. دیدید به دیگه از نکنی دوبنده ها. آبی مچ پای حریف رو به نکنی، گرفته، حرکت، ولی دوبنده حرکت. قرمز حالا این نبین. با وزنی که بالاتر داره نمیذاره که دوبنده آبی خاک کنه. دوبنده آبی صبح امروز برای رسیدن به وزن 70 کیلوگرم نتونست به وزن 70 برسه و بلند شو. متاسفانه به 79 الان بشین کیلوگرم که بگردی. 74 که روز قبل بود نه نیمه پاد نتونست در بگیری ها. 70 کیلو شرکت کنه و مجبور شد به دو وزن بالاتر کشتی بگیره. به زور خودش را به 74 کیلو 100 گرم کار بالاتر از باشی، مچ 74 دست رسید بگیری، که در 79 مچ دست شرکت بگیری، کنه. مچ دست بگیری، تا پاد حالا نگیری. کشتی خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشته. میبایان یه سری بتن خم میگه پاد دوبنده نگیری. قرمز باری همیشه کلا خاک. عجب بتن دیدی پاد که نگیری. خاک سفت کرد. نیرینا. خاک حالت کرد باز دوبنده کرد، جهت آبی رو میشونه. میره برای بارانداز، میره برای نری، بارانداز که نری. بتابونه و نری جنبو دو امتیاز دیگر رو بگیره. اما گیرده با مایه اقربق رو میشه و خاک میشه. یه امتیاز به دوبنده آبی، یه امتیاز به دوبنده آبی. حساب 4-2 میشه. داور سر پا محمد میده. رضا پاد نگیری ها، پاد بگیری تمام ها. یه نمه کشتیگیر قرمز احساس میکنم که خسته شده ما یا الان پا راست با اینکه نگیری دو آقا. وزن بالاتر از دوبنده آبی. میبینی الان از آخر حواست بود. گارد ناری رو بان. همچنان دوبنده آبی با احتیاط داره کار میکنه. کشتی خیلی ساکن برگزار شد. نایی نبون مشفاد نگیری، مشفاد نگیری. کشتی این بگیری روزا سه ساعت از هم اون اکرام. جنب و جوش اجه فنای بوده قدیمی نگیری. خیلی فاصله گرفته. کشتی رو میباید بگیری فقط ها، اما شسته صرفاً بگیری. جهت این که بتونن نکن، یه نکن، تیری نکن، همه نکن، برگشت نکن. میگیره و حریف رو بیرون میکنه. عجب برگشتی میگیره دوبنده آبی. حساب پاد کار نگیری، 5 مشفاد بر نگیری 2. ها. متاسفانه از اون اجه فنای گارد قدیمی پایین پاد به نگیری، سبب پاد نگیری. نتیجه مش دست گیری بگیری. صرفا به سبب نتیجه گیری خبری نیست. مش دست کشتی‌ها بگیری. سعی میکنن کمتر فن اجرا کنن. باری کلا حمله از قرمز و با مایه دستو دوبنده آبی با پشت حریف میره. حساب کار 7 بر 2 میشه. عجب کشتیگیری زیرکی این دوبنده آبی. در همین درجه سوت پای مسابقه به صدا در میاد و کشتیگیر دوبنده آبی با نتیجه 7 بر 2 دوبنده قرمز را شکست میده و مرحله بعد را پیدا میکنه.